سلام دوستان عزیز، خوش آمدین در ویدیوی جدید. امروز میخوایم از محله آلتنزاده که یکی از محلهایی است که در قسمت آسیای استانبول قرار داره، از اینجا میخوایم از کنار سرک منظره بسیار مقبول منظره بسیار مقبول است. ایره به ویدیو میگیرم جای جالب و دیدنی را میخوایم امروز با تصویر بکشم. تشکر میکنم از تحقیقچی‌هایم که ویدیوهای مرا میبینن، تحقیق میکنن. یک جهان سپاسگزار هستم. زنده و سلامت باشین، مرا تعقیب کنین. از همین قسمت شروع میکنم ویدیو را. همین قسمت یک پل هوایی است که از چی پایین شدم از میتروبوس. از این قسمت پایین میتروبوس تیر میشه. بعد منی تو میخوایم از سرک برم. از کنار سرک عمومی رفته رایستم دوستان. میرم دمی دست در دست چپ بلند منزله بسیار مقبول و زیباست. میخوایم از او بلند منزله و از پارک‌های زیباش ویدیو بگیرم. مرا تعقیب کنم. آنو سرویس های دراز اتوبوس است تیر میشه. اتوبوس هستن اونا. خط همین مسیر راهش مشخص است، از یک راه میره دیگه. برم که بخیر چی میآید پیشوین. این طرف کدام باغ است. از پایین آمدم، یک سرک فرعی برآمد. میخوایم به اون طرف بریم. اون از قسمت آمدم، بالا پل هوایی بوده، از زیرم موترها تیر میشه. دوستا به محله حاجی بادام آمدم. اینا رو میخوایم از کنار سرک عمومی یک راه باشه که همون تو برم. راه را نیافتم. مجبور همراه میتروبوس برم. یک ایستا بالا پایین شوم. از اینجا اگر راه باشه سرا نبرم. ایستادگاه میتروبوس آمدم. اینمی برج که میبینیم دوستا، برج است یا منار است.
از همین پایین راه داره تا اون قسمت بالا میشه. یعنی بلندترین نقطه یعنی استانبول است. از اینجا میتونین هر طرف ببینید. ششم در متروبوس یک استیاگم پیشتر میرم که میخوایم در بلند منزله برون راه پیدا شما. از اینجا بینید محل اوزون شهیر است. هر طرف پلهای هوایی است. از پایین جاده عمومی است میره در طرف دیگه. من تو بلند منزله بسیار زیباست. این طرف همچنان. زینه گل از بالا میبره، باز پس خصوص دو کنار سرک پایین میشه. این زینه گل بود. بار آمدم موسو کدام سمیره نمیتونم بگم. ما میخواستم اینمی بنا رو به بغلش برم. حال از اینجا برم در کجا میره شاید که ازم بغل برم. Kapalı jest. Abi şu cadanın yan tarafına geçeceğim abi. Nereye gideceksin? Şu şey var ya, büyük binaların yanına gideceğim abi. Ha, bir dakika. Ben o zaman ne yapacaksın? Metrodan çıktın ya, metrodan Yok, buradan metrodan geldim zaten. Buradan yol var mı şu metro? Metronun içinden çıkış oraya bak. He. Sen bu tarafa geldin, halbuki o tarafa gidecektin. Bu tarafa gidecektim. Oraya gidecektin metro. Buradan gidersen böyle dolaşacaksın. Metrodan Tam gidersen... bir şey olmuyor şu an, şey olmasın. Şuradan gitsem acaba oradan çıkar mı? Çıkıyor tabii ama bu uzun süre. Metronun alttan girersen de olur. Tamam, teşekkür ederim. Bak cami var ya, ileride göreceksin. Evet. Yukarıda. Oradan aşağı...
دوستا استانبول شهر بسیار کلان است. تا آدم یک آدرس پیدا میکنه تا پرسان نکنین پیدا نمیکنین. از طریق گوگل پیدا کنین نام خوب میشه. این قسم بازم خوب است که مردم میگه یگان وقت یگان آدرس پرسان کنه بفهمن میگن جایشان. برو من هم طرف تر شما. دوستا از کنار سرک تیر میشیم. یک منظره بسیار خوشم آمد. سرک عمومی است. این بغل سرک عمومی تو تپه اینی تو سرسبز است. گلا پیشکده است. این طرف بلند منزل است. طرف هم بلند منزل است. سرک این که یک منظره داره دوستان. درختان هم این منظره سی پایین شده. دوستان گلم این معلم به ارتباط از همون طرف که ما آمدم به نام گوز تپه یاد میکنن. حاجی بادام آمد. از حاجی بادام این طرف گوز تپه این تو جای است. بالا میره طرف آتشیر. بسیار جایا داره. محلات مختلف داره. همه جای از زیر دیدن و گشتن زمان میخواهد. خود زمان میخواهد. کار که از زیستن پر است میخواهیم میان قسمت های مقبول و خوبه با ویدیو بگیرم. دوستا محله گوز تپه است. گوز تپه هم یکی از محلهای مشهور استانبول است که در قسمت آسیایی قرار داره. از اینجا نگان منظرهای زیبا بود. ویدیو میگیرم. این از پل هوایی تیر شده می طرف پایین اتوبوس ها میره. میتروبوس ها میره. این طرف از طرف کنار سرک سرسبزی است. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین. امروز باز به ارتباط
بسیار زیبا داره. میریم از ساحل دیدن میکنیم، بعض نقاط و جایای جالب و دیدنیشه و تصویر میکشم. برای تحقیق کنیم. سلامت. Una siyasını bu tarafa atalım. Önemli ne? Olmaz. دوستای عزیز، در قالب چشان است اتلخان است و پسرشان دیوالا هستن طرف ساحل ایران کوی رفتن هستیم. جای آبوزی است. بریم بخیر. امره بشایده söylüyor musun? Salam söyle. Herkese selamlar olsun. Hadi. Emrecan بچه نازانی اتلخان است. این کوچه نیت یک بلند منزل است. در ساحل نزدیک است. باش منتظر میشینیم تا آمدن وایسی نمیه ما شما کم هستی باز زیاد هستی ساحل ایرانکوی است. اما تو میریم طرف جایی که آبازی است. طرف ساحل جای آبازی است. اونجا میریم میبینیم آبازی. این طرف پارک است. این تی چیز ناو دیدیم الان. Tamam. Sen kaç giyiyorsun ayakkabı? Bilmiyorum. Sen? Tamam ya. Kaç giyiyorsun? Bak ben kaç giyiyormuş. Baba kaç giyiyor? Bak. Hayır bak. Hayır baksana. Kaç giyiyor? Tamam. 7. Sen? 7. دوستا این طرف
طرف ساحل رفتیم جای آبازی یک ذره چی نبوده مساعد نبوده ایسو طرف پیش روی دیگه ساحل است با خاطر آبازی اوجا میریم پلان تغییر کرد دیگه طرف میریم ببینیم اگه اوجا جای بسیار خوب بود اوجا آبازی میکنیم انشاءالله مرغابی که کار آبی است چی پرواز هم میکنه اینو این دیگه سپورت ماینه آمدیم وزن کشی می 5, 6, 7, 8, 9, 10. sen de yap Orman. Ben yapayım. Yap. Ben paslanmışım baba. He? Paslanmışım. Sen günah öl. Gel. Aslan gel. Çık abini ver ya. Bilmedi o abi. Abiniz gidiyor. Gel. Olmuyor lan. Ne bakmayacağım. Bari. دوستان عزیز اندمی قسمت آوازی کردیم دیگه فیلم نگرفتیم از محل جای آوازی بود پشتکا و دیگه مردم بود نخواستیم بگیریم بسیار یک محله زیبا بوده ساحل بسیار زیبا فیلم گرفتیم Yağmurlu gün görmeden hep akıllı geçirdik. Kalkırmayı öğrendik. Söyle ne oldu bize? Nefret girdi sevgiye. Kaldın bak sen kendine, ben de kendi kendime.
دوستا قریب شام است، میریم طرف خانه. بخیر ویدیو را به میجا و پایان میرسانم. صحت سلامت باشین. یوتیوب چینل ما تعقیب کنین، ویدیوهای ما ببینین، سابسکرایب کنین، چینل ما یک ذره ارتقا پیدا کنه. خوش میشم از پیشتان. زنده و سلامت باشین. کوشش میکنم ویدیوهای بهترتری را تهیه کنم برای علاقمندان و دوستان خودم که ویدیوهای مرا دیده لذت ببرن. انشالله تعالی صحت سلامت باشین. Temmuz, Eylül.